بازم دکتر نمایی کپی کار رو ببینیم با هم. فیوژن بخور 3 روز وزنشو بیار پایین. فیوژن بخور 3 روز 5 کیلو 5 کیلو وزنشو بیار. متافیت بخور 3 باز این خلاقیتی داشته اسمش فیوژن عوض بخور 3 روز 5 کیلو 5 کیلو وزن. فیوژن بخور 3 روز وزن خودت بیار پایین. میخوام نتیجه استفاده 2 هفته از فیوژن رو بهتون نشون بدم که خودم تستش کردم خودم امتحانش کردم. فیوژن بخور خوش مثل قبلی ها داخل جعبه‌شو عوض می‌کردی. من به عنوان یک داروساز بعد بگم چیزی به اسم فیوژن وجود خارجی نداره. ما یه فیوژن تزریقی داریم که اونم برای مزوتراپی و از بین بردن قبقب و این چیزاست. حالا این ویال کارنیتینی که داره به اسم فیوژن فروش میره چیه؟ یه اسید آمین است. تو بدن تولید میشه، تو بعضی غذاها هم هست و با ورود اسیدهای چرب به میتوکندری میتونه تأثیری توی کاهش وزن داشته باشه. واسه همین بعضیا به عنوان مکمل کاهش وزنش استفاده میکنن، ولی معجزه نمیکنه. یه اثر کمی داره، اونم در کنار ورزش و رژیم غذایی. یه کاربرد دیگه اشی ناباروری آقایونه که باعث تعداد و تحرک اسپرما میشه. آزمایشاتی هم انجام شده که اثرات مثبتش رو روی قلب و عروق، پروفایل لیپید، قند خون، استرس، خستگی و عملکرد مغز نشون داده. ولی اون اثر معجزه‌ای که این دوستان سودجو میگن کاملا غلطه. به عنوان یک دکتر داروساز لازم دونستم توضیح بدم. لطفاً برای افراد مهم زندگیتون بفرستین تا توی فضای مجازی حواسشون بیشتر جمع بشه.